ассалому алайкум, шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 76. دولتی از نگاه سیاسی و اقتصادی و اختلافات مذهبی ضعیف گشته ساسانیان ناچار جای خود را به آیین اسلام میداد که آن نهادهای نسبتاً عادی مادی و معنوی را پیروی می کرد و در رسوم زندگی میان اشرافان و مردم عوام چندان تفریقا نمی گذاشت. در انتهای عصر 6 و ابتدای عصر 7 برای قلمروی تسخیر شده حیدریان در بین پیشوایان طایفه ترک‌های شرقی و غربی مبارزه های داخلی شروع گردیده. بعد معاهده سال 630 قلمروی ترک ها به دو خاقانی بزرگ، خاقانی شرقی و خاقانی غربی تقسیم می شود. قلمروی ورارود رسما به هیئت خاقانی غربی منصوب باشد هم عملاً از جانب حاکمان سیرشماری محلی اداره می شد که آنها به نماینده ترک ها انداز می پرداختند. پایتخت خاقانی غربی در شهر سیابی وادی چو، شهرستانی سابقه اقبیشیم در قسمت شمال شرقی ولایت سوخت واقع بود که برای اداره کنی متمرکز کشور چندان مساعدت نمی کرد. سیاست دولتداری ترک ها اساساً به نظام اندازستانی و از مضافات‌های زیردست گرد آوردن لشکر هنگام جنگ و یورش‌ها تکیه کرده در اصل اکثر سلاله سابقه حاکمان و ملکداران محلی را نگاه می داشتند. از این لحاظ در ولایت‌های اساسی آسیای میانه تخارستان، ختلان، سوخت، شومان، استرفشان، فرغانه، چاچ، خوارزم صدها حاکمان محلی و ملکداران خرد و بزرگ پدید آمدند که هر کدام خود را مستقل و نیم مستقل پنداشته به نظام سابقه دولتی و سیاسی اطاعت کردن نمی خواستند. موافق معلومات سیاح و واقعه‌نگار چینی سیوان تسزن تقریباً سالهای 639 645 ارض تخارستان نسبت به طولش 3 برابر زیاد بوده. آن به 27 ملک تقسیم می شود و اهالیش اساساً حیدریان می باشند. هرچند این ملک ها از روی معلومات مأخذهای چینی رسماً به خاقان ترک ها اطاعت نمایند هم هر کدام حاکم و پادشاه علاهیده نفوذ و اقتدار خاصه و سپاه افزون داشته است. مثلا یکی از ملک های پر اقتدار تخارستان ختلان بوده. پادشاه آن شبالا موافق معلومات تبری از سبال در یک وقت 50,000 لشکر تهیه کرده می تواند، مثل حاکمان شومان، قبادیان، چغانیان و غیره. از این معلومات سرچشمه های چینی می توان به نتیجه رسید که حاکمان شومان، قبادیان و خان، شغنان، چغانیان و غیره هر کدام مثل پادشاه ختلان امکانی تا 50,000 لشکر گرد آوردن داشته خود را عملاً صاحب اختیار می شمردند. تخارستان در اصل بزرگترین واحد سیاسی و
اداری قلمروی ورارود به شمار رود هم، حاکمان ملک‌های جداگانه آن عملاً دارای نظام خاصه اداری و کشورداری و حتی دولتداری علاهیده بودند. مثلا پادشاه چغانیان تیشی یک چشمه عنوانی چغان خدات را داشته، در عین حال خود را یبغوی تخارستان می شمرد. تخارستان با پادشاه و ملیک و حاکمان سیرشمارش مملکتی متمرکز و واحدی فعال اداری و نظامی به حساب نمی رفت. به عباره دیگر، تخارستان اتحاد دولت‌های قریب مستقل را تشکیل می‌داد که آنها حتی هم به مملکت‌های همسایه و هم به مملکت‌های دورترین هیئتی سفارت می‌فرستادند. گذشته از این، مضافات سوخت در حدودهای بودوباش و پایتخت خاقان غربی ترک واقع باشد هم، عملاً مستقلیت اقتصادی و حتی سیاسی خود را از دست نداده بود. در این دوره ها به سوخت سمرقند 8 ملک بخارا، نصف، کش، کوشانیه، کتقرغان، میمرغ و غیره اطاعت نمایند هم، اکثر آنها عملاً حاکمان و پادشاهانی مستقل یا نیم مستقلی خود را داشتند. بیهوده نیست که این حاکمان و پادشاهانی مستقل و نیم مستقل از پراکندگی سیاسی و ناتوانی ترکان در تأسیس دولتی نیرومند و متمرکز استفاده کرده، با عنوان و لقب‌های مختلفی منسوب کشوری خود ملکداری می کردند. سروران مضافات‌های سوخت سمرقند و فرغانه عنوان اخشید، بخارا بخار خدات، چغانیان چغان خدات، بدخشان غور و کابل و خوارزم شاه، استرفشان افشین، مرو مرزبان، ختلان و بامیان عنوانی شیر را داشتند. گرچند یکی از خاقان‌های توانای قلمرو غربی ترک تونشیخو سالهای 618-630 سیاست متحدسازی کشور و اصلاحات ساختار اداری را پیش گرفته، حاکمان محلی مستقل و نیم مستقل را واریان خود اعلام کرده، عنوان‌های با دبدبه آنها را نگاه داشته باشد هم، این کوشش نتیجه چندان نیک نداد. تدبیر اندیشیده او اساساً به بهتر شدن نظام اندازستانی از دست نشانده های خاقان مساعدت نموده، یک واحد دولتداری از لحاظ سیاسی و اداری متمرکز را به میان آوردن نتوانست. دیرتر هنگام اصطلاح عرب، این پراکندگی سیاسی عملاً وجود نداشتن ارتشی مکمل و یگانه نظامی، بی‌طرفی پادشاهان و حاکمان سیرشماری ورارود، به تقدیر ملک‌های به مقاومت اجنبیان برخیسته، نبودن اتحاد و وحدت مبارزه‌های مشترک و متمرکز برای پیشگیری اوج سیلاسای حرکت عرب‌ها باعث آن گردید که لشکری جنگ دیده و متشکل و از مظفریت‌های پیوسته روح بلند شده اسلام مضافات‌های جداگانه آسیای میانه را با آسانی ضبط نموده، حاکمان محلی را در علاهیدگی پی در پی شکست دهند. همین طریق خاقانی غربی ترک، قلمرو هیتاریان و اکثر مضافات‌های آسیای میانه را ضبط نموده باشد هم، از عهده تأسیس دادن یک دولت نیرومند متمرکز دارای ساختارهای سالم اداری و مأموری و نهادهای فعال اقتصادی و اجتماعی برآمدن نتوانست.
ملک‌های پراکنده‌ای از تابعیت هیتاریان و ایران ساسانی رهیده به زیر تصرف استیلاگران ترک افتادند که آنها از روی تقاضای طرز زندگی بادیه نشینی تاخت و تاز و تالان و تاراج نموده در تأسیس دادن یک امپریای متمرکز و واحدی سیاسی و اداری متشکل و نیرومند عاجز ماندند. در چنین شرایط برسه سیاست جهانی اتحاد قبیله های عرب آمدند که از پایگاه جنبش بزرگ مذهبی نوی بشری دین اسلام برخیسته در تمدن عمومی انسانی انقلابی معنوی و تکان تازه اجتماعی را پدید آوردند. ظهور اسلام که اصلاً از میان برداشتن تفاوت‌های نژادی، طبقاتی، ملی و محلی و معنوی و اجتماعی را پیش می‌گذاشت و به کل پیروان خود مقامی برابر و وحدت همگانی دینی را تلقین می‌کرد، سد و مانعه‌های مرزی و نظامی و مقاومت‌های خرد و بزرگ حربی را پی در پی شکسته در زمان خلافت عمر و عثمان تا مرزهای پهناوری ایران و آسیای میانه رسید. ظهور اسلام با وجود شکستن نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه ساسانی و مردم ورارود، تکان در نظام زندگی و اندیشه خودشناسی و جهانشناسی کلی اقوام آریایی گردیده آنها را براه و رویشی نوی خداشناسی و آیین یکتا پرستی هدایت نمود. باب چهارم، تأسیس یابی خلافت اسلامی و ابتدای لشکرکشی‌های عرب به ایران و روم، آغاز نبوت و انتشار اسلام در عهد زندگانی محمد، درود به او. خسرو دوی پرویز بعد فتح اسکندریه و مصر و کناره های بحر سرخ به تیسفون بازگشته با شکوه و جلال در تخت شاهنشاهی می آسود که به حضور او آمدن سفیری را از شهر یثرب مدینه ملک عرب خبر دادند. خسرو هرچند از کدام ملک عرب و از جانب کی آمدن سفیر را درست پی نبرده باشد هم از روی عادت دربار روزی دیگر به پذیرفتن او رضایت داد. سفیری رسیده در ساعت قبول بیرون از قصر شاهنشاه اشترش را بست و با پیراهن نیم داشتی پشمینه، ریش انبوه و موی سری رسیده و پای نیم عریان به تالار پذیرایی شاهنشاه وارد گشت. صورت ظاهری و سر و لباس فقیرانه او به یگان سفیری تا این دم آمده شباهت نداشت و بی خبر بودن او را از رسمیت سفارت و پذیرایی عیان می کرد. سفیر گویا از فرش‌های گسترده منقش و رنگارنگ دستی بافت حذر می کرده باشد، از گوشه تالار بروی زمین نشست و نامه را از بغل بیرون کرد. شاهنشاه با حس شبهه ولی صبر و تحمل سراپای این سفیر را از نظر گذراند و
بعد دبیرپت امر داد که نامه را بگیرد و از کجا رسیدنی سفیر را بپرسد. مرد جلهندی پوش با کمال غرور و خودپسندی خبر داد که او را رسول خدا وکیل کرده به نزد خسروی پرویز فرستاده است تا پادشاه عجم از دین سابقه زردشتی دست کشیده به مذهب اسلام بگرود. خسروی پرویز خشم و غضبش را فرو برده نام رسول خدا را پرسید. پاسخ آمد که رسول خدا محمد نام داشته مذهب اسلام را در عربستان جاری کرده است. به قول طبری این نامه بعد محاربه لشکری نچندان افزون عرب و عجم در سر چاه زقار و از غایت تشنگی رو به فرار آوردن سپاه ساسانیان فرستاده شده بود. نامه به زبان عربی ثبت شده مضمون ذیل داشت: به نام خدای بخشاینده مهربان، از نام محمد پیغمبر خدا به پرویز پسری هرموز. اما بعد به درستی که من به تو خدا را سپاس و ستایش می کنم. نیست معبود بجوز او زنده و پاینده، آنکه مرا براستی به سوی قومی که بر آنها سقا است و خیردشان ربوده شده است مژده دهنده و بیم کننده فرستاده است. و هر کس را که خدا ره نماید هیچ گمراه کننده برای او نیست و هر کس را که خدا گمراه کند پس هیچ راهنمای برای او نیست. و درستی که خدا به بندگان بیناست، مانندی او چیزی نیست و او شنوایی بیناست. اسلام آور سالم بیمانی یا به جنگ از جانب خدا و پیغمبری او آماده باش، آن را کسی عاجز نکند. کسری چون این نامه بدید خشم آمدش، گفت این کیست که نام خیش پیش از نام من نبشته است؟ و بفرمود تا آن نامه را بدریدند و رسول را خار داشتند. پیغمبر صلوات الله علیه چون این خبر بشنید گفت ملک خیشتن درید. طبری می نگارد که بعد این قضیه کار پیامبر اسلام در سرزمین عرب رو به بهی آورده، پیروانش روز تا روز می افزودند. ولی از قضا خسروی پرویز از جانب قیصر روم دچار شکست و بی‌براری ها گشته در پایان عمرش به یأس و نومیدی گرفتار می گردد. چون آوازه و پیروزی های پیامبر اسلام به شهر تیسفون می رسید، بعدی چند خسروی پرویز 2 نفر را از مهتران عجم به نزد محمد علیه السلام فرستاد تا نخست به مدینه رفته او را به حضور شاهنشاه خوانند. به سفیران دستور داد که اگر بیاید با او بازگردید و اگر نیاید از او بگذرید و به یمن شوید و این نامه به بازان ملیک یمن دهید تا کس فرستد و او را ببندند و به نزد من آورند. این حدیث در پایان عمر کسری بود. وقتی که سفیران به نزد محمد علیه السلام آمدند و پیغام خسروی پرویز را رساندند، ایشان را با خوشی پذیرفته پاسخ رضایت یا رد نداد. آنها را در خانه سلمان پارسی فرود آورد و رزق هر روزه ایشان را از پیست و خرما تهیه کرد. هرگاه سفیران به حضور پیامبر می رفتند، آنها را وعده نیکو می داد
و صبر کردن می فرمود. چون 6 ماه از میان گذشت، سفیران صبر و قرار باخته همراه سلمان پارسی به نزد پیامبر درود به او آمدند و گفتند: ما را صبر نماند، یا با ما بیایی یا ما را دستوری ده تا برویم. سلمان پارسی پاسخ پیغمبر را به آنها ترجمه کرد: خدای من خدایگان شما را بکشت و شیرویه پسرش را بر وی مسلط کرد تا بکشتش دوش به شب. سفیران از این پاسخ حیران شده از مدینه به سوی یمن آمدند تا نامه خسرو را به ملیک آن رسانند. از قضا هنگام به یمن آمدن آنها نامه شیرویه نیز رسیده بود که از قضیه پرویز بیمرد و من به ملک بنشستم خبر میداد. تا کدام اندازه واقعیت داشتن این قصه را به تاریخ نگاران واگذاشته، در اطراف یک جزئیات عجیب آن سلمان پارسی می استیم که در حضور پیامبر اسلام مرتبه مناسب داشته سخن کسانی از قلمرو ایران آمده را به زبان عربی ترجمه می کرد. سرنوشت سلمان پارسی یکی از هنگامه های شگفت‌انگیز تاریخ عهد ساسانیان و ظهور اسلام بوده، نظر به بسیار دلیل های خرد و بزرگ از فرارسی بحران عمیق اجتماعی و سیاسی و عامل های فروپاشی امپریای پهناوری خسروی پرویز و وارثان او شهادت می دهد. اسلام به قلمرو عراق ساسانیان که در زیر نفوذ آیین‌های زردشتی، مسیحی و یهودی قرار داشت، اصلاً از ابتدا بدون جنگ و خونریزی ها چون عقیده تازه معنوی و تعلیمات یکتاپرستی همگانی و بشردوستانه راه گشاده بود. تعلیمات اسلام سرشار غایه های برابری، برادری، عدالت اجتماعی بوده، از میان بردن تفریقه نژادی، امتیازهای طبقوی، منسوبیت ملی و محلی و همه گونه نابرابری های جامعه را پیش می گذاشت و طبیعی است که در اطراف پیامبر درود به او سلمان پارسی بر این سالم فکران و خردمندان عدالت پرور را گرد می آورد. سلمان پارسی از تبار اشرافیان ایرانی بوده. نام اصلی او را روزبه پوری مرزبان می شمارند. او از خردی با آموزش علم رغبت پیدا کرده، با هدایت روحانیان اهل خرد جمله نازکی های آیین زردشتی را از بر می نماید. تنزل نظام دولتداری ساسانیان خواه و ناخواه باعث تنزل غایه های معنوی و کاهش نفوذ دین زردشتی گردیده. روزبه بر این جوانان آزاد فکر و جوینده را قناعتمند کرده نمی توانست. او شاید از تعلیمات آیین زردشتی و جوهر غایوی و اجتماعی آن قناعتمند نگشته رو به مذهب نصرانی می آورد و در عراق با علما و کاهنان آیین مسیحی واخورده چندین سال عمرش را در جستجوی حقیقت و عدالت صرف می کند. ولی آن هدفهای نجیبانه و ادعایی که داشت در مذهب نصرانی نیز پیدا نکرد و آوازه دین تازه اسلام و رسالت پیامبر آن روزبه را سوی خود کشید. با تقاضای سرنوشت او چون غلام به یثرب مدینه آمد و با مدد حضرت محمد از قید غلامی رها یافت. به قول طبری
او به دست جهود غلام بوده وظیفه کاتبی را ادا می کرد. پیامبر بهای او را داد و از غلامی آزاد کرد. روزبه به دست رسول اکرم مسلمان شد و از غایت خرد و فضیلت به جمله 10 تن از بهترین صحابگان محمد شامل گشت و با نام سلمان پارسی شهرت یافت. و جای تعجب و نگرانی هم نیست که پیامبر سفیران فرستاده خسروی دوی پرویز را در خانه یکی از صحابه های خود سلمان پارسی جای داده میخواست آنها را به دست یک نفر ایرانی هم قوم و هم زبانشان به دین اسلام تشویق نماید. و این مردی فدایی راه حقیقت و عدالت که از غلامی یهودیان مدینه رهیده رو به اسلام آورده بود، در زمان خلافت عمر پس از فتح شهر تیسفون به وارگی این شهر رسید. برای چی تفاوتی عظیم در بین دستگاه فقیرانه و درویشانه او و درباری با کر و فر یزدگرد ساسانی وجود داشت. سلمان عطا یا حقوقی به او بخشیده شده را به سبب فروتنی که داشت نپذیرفت. او سبد بافی می کرد، سبدها را می فروخت و با بهای آن می زیست. یعنی او به عقیده برابری و بعد برادری خود استوار ماند. از قضای تقدیر زمام صدارت پایتخت خسروی پرویز که به قول طبری در قصرش 12,000 کنیزک و رامشگر، 50,000 اسب و استر خاصه، 12,000 اشتری سپید و گنج و زر و ثروت بی حساب داشت، به دست مردی پارسا و ریاضتکش از صحابه های پیامبر اسلام افتاد که شاهنشاه ساسانی حتی به سفیر و نامه فرستاده او با چشم اعتماد ننگریسته بود. و هنگامه شگفت‌آور تاریخ بازدران است که ما سلمان پارسی رسولان فرستاده خسروی پرویز را پذیرفته به خانه‌اش جای داد، سخنان آنها را به حضرت محمد از پارسی ترجمه کرد، آنها را از دیر کشیدن پاسخی پیامبر تا 6 ماه در منزلش نگاه داشت. سلمان پارسی با همه زیرکی و ذکاوت شاید آن ساعتها به گوشه خیالش هم نمی آورد که روز مسندی وارگی شهر تیسفون برایش نصیب می گردد و او در صف لشکری کشورکشای عربها قلمرو پهناوری ساسانیان عراق و ایران را فتح می کند. شنونده های گرامی، شما گفتاری 76 رو از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.